سلام دوستان، به کانال ما خوش اومدین. امروز میخوایم شما رو ببریم آیکیا با هم یک کمی خرید کنیم. این یکی از بزرگترین آیکیا های توی کالیفرنیا هست و توی شهر کاستا میسا در اورنج کانتی هست که حدوداً فاصلش تا لس آنجلس 45 دقیقه هست. اول که وارد میشین همون طبقه پایین اینجا یه قسمتی داره که خیلی جالبه. بچه‌تون رو میتونین اونجا بذارین، مثل مهد کودک، توش بازی و چیزای سرگرم کننده دارن که از بچه‌تون نگهداری میکنن، شما برین خریدتون رو بکنین. منتها وقتی بچه‌تون رو تحویل میدین کلید ماشینتون هم میگیرن ازتون، یعنی شما نمیتونین فقط برای اینکه بیبی سیتر مجانی داشته باشین بچه‌تون رو اینجا بذارین خودتون برین گردش یه جای دیگه. یکی از کارهایی که آیکیا میکنه که خیلی من دوست دارم اینه که مثلا شما همینطور که تو ویدیو میبینین اینا میان مبل و فرش و تلویزیون و حتی لوازم آشپزخونه، یخچال و گاز و اینا رو برای شما میچینن، مثل اینکه واقعا توی یه دونه خونه هست و شما میتونین ببینین که چه وسایلی با هم هماهنگی دارن و انتخاب کردن رو خیلی آسون میکنه. و یه سرویسی رو هم ارائه میدن که زندگی رو فوق‌العاده آسون میکنه. نمیدونم اگه خبر دارین یا نه که آیکیا هرچی که ازش میخرین اینجوری آماده نمیاد، همشون توی جعبه هستن، تیکه تیکه شما باید به هم وصل کنین. البته نقشش رو میذارن توی باکس ولی خیلی کار سخت، زمانبر و حوصله فوق‌العاده زیادی میخواد. شما یه پولی رو میدین، یه مبلغی رو چارج میکنن و این سرویس رو به شما ارائه میدن. یه نفر میاد خونه شما، همه این چیزها رو با هم وصل میکنه، براتون میچینه و شما لذتش رو میبرید. همونطوری که میبینین همه این لوازم، حتی چیزای کوچولو کوچولو، یه تگ بهشون هست که قیمت داره و همینطور بهتون نشون میده. یه شماره هست که نشون میده شما میتونین رو از کجا توی قسمت انبارشون اگه برین برای تیکه هایی که بزرگ هستن از کجا میتونین اینا رو وردارین، یا اگه میخواین اینا رو انتخاب کنین بعد برین آنلاین اوردر بدین یه عکس از این تگ میگیرین که این اوردر دادن رو خیلی راحت میکنه. اولین قسمتی که میبینین قسمت مبلا هستن که یه سلکشن فوق‌العاده بزرگ داره از رنگا، استایلا و پارچه های مختلف. یه قسمت هم داره که همه مبلای تخت خوابشو رو نشون میده. جالبه بدونین با اینکه همه جای دنیا تورم هست و قیمت همه چیز چند برابر شده تو این چند سال اخیر، هنوزم آیکیا قیمتاش خیلی منصفانه هست و با یه باجت معمولی میشه یه آپارتمان رو کامل پر کرد از مبل و تخت خواب و لوازم آشپزخونه. البته باز حتی آیکیا هم نسبت به چند سال پیش قیمتاش یکم گرونتر شده ولی بازم میشه تحملش کرد. و اگه دوست دارین ببینین که ما امروز چی خریدیم از آیکیا، حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنین. اینجا میرسیم به قسمتی که میزای جلوی مبل یا کنار مبل هست و الان میبینید که چقدر قیمتاشون نسبتاً خوبه.
باورتون نمیشه چند سال پیش من 2 میز از آیکیا خریدم برای کنار مبل. دونه $7 بودن که البته اونا مثلا الان شده فکر کنم $20. این قسمت میرسیم به قسمت صندلی‌های تکی که شما میتونین کنار مبل بذارین یا اون صندلی‌هایی که جلوش هم یه دونه آتومن داره که میتونین بشین روش و پاتون رو دراز بکنین. یه فلش‌های رو زمین میبینین کشیده. این مسیری هست که به شما نشون میده از کجا برین. خب این مثلا ببینید صندلی $399. به نظر من کمی قیمتش بالا هست. اینی که الان اینجا میبینید $119 که 129 بوده، حراج داره 119. اینا 2 سال پیش بود $79.
خب این قسمت میزای زیر تلویزیون بود و الان میرسیم به قسمتی که کتابخونه ها یا بوفه هایی هست که مثلا میتونین توش ظرف های چینی بذارین. بعضیاشون شیشه دارن یا بعضیاشون هم باز هستن و قیمتاشون فوق العاده خوبه. خب این قسمت میرسیم به قسمت آشپزخونه، نه لوازم آشپزخونه. این قسمتی هستش که شما اگه میخواین آشپزخونه‌تون رو ریمادل کنین میتونین از آیکیا تمام کابینتا و همونجوری که گفتم یخچال و گاز و آون و این چیزاتون هم بخرین و این قسمت چند تا از مدلایی رو که دارن رو نشون میده که فوق العاده زیبا هستن. اینجا هم قسمتی هست که شما میتونین بیاین بشینین با یه نفر از پرسنل آیکیا و انتخاب کنین که مثلا توی آشپزخونه‌تون چه نوع چوب، چه نوع سنگ و چه چیزایی رو میخواین استفاده کنین. بعدش هم بریم به قسمتی که میتونین یخچال، گاز و لوازم برقی که توی آشپزخونه استفاده میشه رو اینجا انتخاب بکنین.
همینطوری که میبینید این قسمت هم برای شیرالات و سینک آشپزخونه هست. خب میرسیم به قسمت میز ناهارخوری که از میزای کوچولو، سبک، دم دستی تا میزایی که یکم بهتر هستن و قیمتاشون هم یکم بالاتر هست داره و سلکشن صندلیاش فوق‌العاده است. یعنی اصلا فکر کنم شاید 100 نوع صندلی اینجا هست که شما میتونین انتخاب کنین، هم از مدل، نوع چوب، رنگشون و از ساده تا یک کمی مدلای فنسی تر. این قسمت هم قسمتی هست که میز تحریر و لوازمی که برای توی دفتر کار لازم هست و شما میتونین از اینجا تهیه کنین. ای باشه خب اینجا هم قسمت تخت خوابا هستش که نشون میده توی ستاپ های مختلف
با لحاف‌ها و ملافه‌های مختلف که بعد از اینجا بهشون میرسیم و یکی از قسمت‌های مورد علاقه من توی آیکیا هست. خب این قسمت کمودا هست که شما وقتی میان اینجا اول یه چرخی میزنین، انتخاباتون رو میکنین، بعد چند تا کامپیوتر هست که شما میشینین، حالا یا خودتون یا اگه کمک لازم دارین یکی از پرسونال آیکیا میان به شما کمک میکنن که شما میتونین کمدتون رو دیزاین کنین و همه چیز رو سفارش میدین، یا میتونین همونجا برین پایین از انبار وردارین و ببرین، یا اینکه براتون دلیور میکنن. خب این قسمت هم میرسیم به اتاق بچه ها که لوازمی که توی اتاق برای بچه لازم هست، از تخت و کمد و ملافه و میز و خلاصه هر چیزی که لازم هست رو شما اینجا میتونین تهیه کنین.
خب میرسیم به رستوران آیکیا، بریم با هم دیگه ناهار کوچولویی بزنیم، انرژی بگیریم و بریم بقیه آیکیا رو به شما نشون بدیم. خب این قسمت سعی میکنیم چشمامون رو ببندیم و به این دسرهای خوشمزه و هوس‌انگیز نبگیم. خب ما برای غذا یه دونه سالاد سمن دودی گرفتیم با یکم هم کوفته قلقلی و سالاد سیب زمینی و نخود سبز و این چیزا. غذاش بد نیست ولی خب غذای سوئدیه دیگه، به نظر من یه کمی بیمزه و بیرنگ و روه، ولی خب بد نبود. خب بریم پایین یه سری بزنیم به قسمتی که ظرف‌ها و قابلمه‌ها و چیزای کوچیک آشپزخونه هستش، با هم دیگه میریم ببینیم. دوستای عزیز خیلی خوشحال میشیم اگر که کانال ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین و با دوستاتون شیر کنین.
خب این قسمت هم قسمت لاحافا و ملافه و روکشای لاحاف هستش و یکی از قسمت‌های خیلی خیلی جالب و رنگارنگ ایکیا هست. این قسمت هم قسمت حوله ها هستش و که شما میتونید از حوله های فوق العاده ارزون که خیلی نازک و البته پرپری هستن تا حوله هایی که بهتر و کمی گرونتر هست و اینجا پیدا کنین. پرده های حموم، پادری هایی که جلوی حموم میندازین، خلاصه هر چیزی رو که بخواین اینجا میتونین پیدا کنین. این قسمت هم قسمت پرده های پارچه‌ای هستش که شما میتونین سایزهای مختلف از پهنا یا حتی قدای مختلف پرده رو با جنسای متفاوت از نازک تا مخمل و تافته پیدا کنین. همینطور پتوهای مختلف که میتونین روی مبل یا تختتون استفاده بکنین و میتونین اینجا پیدا کنین.
خب میرسیم به قسمت فرش که آپشناتون خیلی زیاده، از مدل‌های مدرن یا مدل‌های کلاسیک. خیلی از فرش‌های هستن که البته همه ماشینی هن، شبیه فرش‌های ایرانی مثل همینی که الان میبینین، با قیمت‌های خیلی خوب میتونین اینجا پیدا بکنین. قسمت لایتینگ هست که شما چراغای مختلف، آباژورهای مختلف و لوسترایی رو که میتونین از چیزایی که فوق‌العاده ساده هستن تا چیزایی که یک کمی فنسی تر هستن و اینجا با قیمت‌های عالی پیدا کنین. اینجا هم قسمت آینه ها و قاب عکس ها و تابلوها هستن که مثل همه قسمت های دیگه قیمت هاشون فوق العاده عالیه.
این قسمت هم قسمت گل و گیاه هست که هم گیاهای مصنوعی دارن و هم طبیعی. کنارش هم قسمت شمعاش هستش که قیمتاش فوق العاده عالیه، یعنی هیچ جای دیگه شما نمیتونین این قیمت‌ها رو پیدا کنین. خب اینجا وارد انبار میشیم. نمیدونم یادتون هست اول ویدیو گفتم هر چیزی که شما اونجا میبینین یه شماره و یه تگ داره که این نشون میده که مثلا این تخت خوابی که شما دوست داشتین توی کدوم آیل هست، کدوم طبقه و چه قسمتی از این انبار هست و خیلی راحت میکنه کار شما رو که یه دونه چرخ وردارین، چیزایی رو که میخواین بذارین روش رو برین دم در حساب کنین. دقیقا قبل از اینکه برسین به صندوق که بخواین حساب کنین یه قسمتی هست به اسم از که مثلا یه چیزایی که ممکنه یه ایرادای خیلی کوچولویی رو داشته باشن حراج کردن. خیلی وقتا هم یه چیزایی پیدا میکنین که اصلا هیچ ایرادی ندارن ولی خب حراجشون کردن. خب اینجا ببینین که ما زیاد خرید نکردیم، فقط چند تا چیز کوچیک که لازم داشتیم و گرفتیم. خب اینجا کیسه میسه هم بهتون نمیدن چیزایی که خرید کردین رو بذارین توش، ولی این بگا رو دارن که خیلی خوبه. دونه 99 سنت هست، خیلی ارزونه و فوق العاده بزرگ هست و سالها میتونین استفادهش بکنین. دقیقاً بعد از چک اوت یه سوپرمارکت کوچولو هست که چیزای سوئدی رو میفروشه، مثل شکلات یا غذاهایی که توی فریزر هست یا مربا و شیرینی و اینجور چیزا. خب دوستان رسیدیم به انتهای این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خوشحال میشیم اگه کانال ما رو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین. به امید دیدار همگی شما هفته دیگه با یه ویدیوی جدید.